سلام قشنگای من، این که میبینین گل کلمه. من ریزش کردم. فکر نکنید گل کلم فقط برای ترشی و شور استفاده میشه. اینجوری یه خورده تفتش میدیم. وقتی که تفتش دادیم میذاریم خنک بشه. خنک که شد یه پیاز داغ مفصل میکنیم، باهاش قاطی میکنیم. بعد بهش زردچوبه و یه قاشق آرد و یکم شیبید خشک و یکم آویشن و فلفل میزنیم. باید خنک باشه ها. بعد تخم مرغ میشکنیم روش، قشنگ میزنیم، میریزیم تو مایتابه، کوکوشو درست میکنیم. خیلی خوشمزه و خیلی پرخاصیته. البته برای کسایی که تیروئید دارن زیاد مناسب نیست، دوستشون ضرر داره. دوستان خوشگلم منو فالو کنید، لایک هم یادتون نره. مرسی.